در حالی که خسته و ناامید از دنیای مساعد 8 و نیمه من تصمیم میگیرم بلنشم خورش قیمه درست کنم. خب بلند میشیم که بریم خورش قیمه درست کنیم. ببین چون ما ارادت داریم به اپل، یه دونه اپل گذاشتم اینجا که باشه دیگه همه چی دین. یک ساعت جوونیامونه اون زمانی که دو این رنگ هنوز نیومده بود. مثلاش خیلی هم حوصله غذا درست کردن ندارم، ولی دیگه حالا نگاه می‌کنیم به قابلمه‌هامون کمی شاید انگیزه بگیریم. ببینیم چیکار میتونم بکنم. بریم شب رو رفته آغاز کنیم. اصلا حوصله ندارم. نخندین خدا وکیلی. این سری که غذا درست میکنم خیلی با جدیت نگاه کنید چون که خستم. بسیار عالی. ببینیم چیکار میکنه دیگه. جدیت نگاش کنید. درود بر شما. خب در مرحله نخست شروع کنیم. دست میکنیم یک سری میخوره از توی چیز پودر یه مقدار برنج در میاریم. میدونی که ما ایرانی‌ها حروم نمی‌کنیم. این چند تا لیوان میخوایم میریزیم توی. من فکر کنم 3 لیوان میریزم. شماش دلتون میخواد بریزیم. زیر گاز روشن میکنیم. این یکی توش خور روغن هم میریزیم. این برای خورش که کوچیک‌تره. این گذاشتم برای برنج کجا دارم نشونم که بزرگتره. آبم دیگه یه ملول طوری شد دستشه میریزیم توی برنج. خود نمک هم میگن بزنید ما میزنیم. یه خود نمک هم میگن توش میذاریم که یه خورده. یه غلطی کردیم لپمون ریختیم توی اینا. هر کاری میکنم نمیریزه. گیه که عالی. دستت هم درد نکنه. با بدبختی به هر حال با بدبختی خود لپه در میاریم. عجب. از اونجا که من خیلی آدم شفافیم همه چی رو بهتون بگم. نگاه کن خیلی مونده. نخن اول می‌خواستم اینو بگم. نخن این چرت و پرت. بودن تو چیز شیشه یا مثلا نگاه کن نصفه. آها از اون نظر میگی؟ سس ماس می‌خورین بریزین تو اینا قشنگ درست سالم میمونه. این چی بود ما خریدیم مسخره. نگاه کن اصلا چیز شده خراب شده. نگاه کن ببینم چی زدن توش. یعنی حشره اون توش دونه کردن یا چی من نمیدونم، ولی به هر حال من که میخورمش، ولی منظورم که شما این اشتباه نکنید. بعد جدا از این یه سری حشره هم توش در اومده. این پروانه نه از کجا در اومدین شما دیگه نگاه کن. حالا باز من که اینا رو میخورم ولی شما نخورین و استفاده نکنین که به اینجا نکش. حالا من چیکارش میکنم؟ میریزمش توی آب جوش دیگه حل میشه دیگه. کسی شک نکنه. یعنی چیزی زنده تمام. ولی که تمیز میشه منظورم. چه شود؟ من کلی وقت دارم من کلنجار میدم این پرنده کوچیکا رو میذارم بیرون. الان دیدم که این اصلا چیز شده. نکن. اینا میبینید مثل اینکه مثلا تار عنکبوتی اینا زده. اب نداره. گل بیایب خدا. فکر کنم برنامه همش رفت سراغ این حاجی کرم دارم توش میبینم. آره خوب شد. ادامه بده داره عالی میشه. عدس داشتم فکر می‌کردم گفتم عدس حداقل خوش تار عنکبوتی نزده. تو عدس کرم شت همه رو میریزم. برگام ریخت. چیکار کنم؟ یا همه رو میریزم دور خود اینم میندازم دور. توف تو زندگی. خلاصه اگه براتون سوال بوده که چه جوریه مثلا از مواد غذایی که میذارین کرم میزنه پرنده و این چیزا توش در میاد یک جونور به وجود میاد از هیچ این شکلیه. نکن اولش این شکلی شبیه این یه چیزی مدلی میاد بیرون به این صورت کلا میگیریمش دست میگیریم دستت درد نکنه. که این پرنده‌ای که در اومد داره خوش پرواز میکنه. اینم که اصلا شبیه فیلم ترسناکه. به هر حال ما ولی چون لپه دوست داریم تنها لپه که داریم همینه میریزیمش توی میز. چیکارش کنم؟ میخوام درستش کنم بخورم. این میریزیم توی زیرش هم که روشن شد. آبم میریزم روش. اوه یه کرم دیگه توش شد. چاشپزی شد. این کرم توش اصلا پر کرمه. فقط یکی نبوده. من میگیرم بازم کرم توش نمیذاره. اینطوری نمیشه کار کرد. این بچه کرمی الان چیکار کنم؟ روغن گذاشته بودم توش. ولی حالا بگذارم دیگه که کنسل شد پروژه. حتما کرما رو من کلی کرم تا ریختم دور. این یکی دمت گرم حاجی. این دو تا پر کرم. نگاه کن اصلا پروژه یه جوری شد که منی که حاضر بودم بخورم عجور شده. اینقدر کرم توش هست بیشتر از که لپه باشه کرم. در حالی که خسته و ناامید از این دنیای در و داغون هستیم و کلی مواد از در دادیم روغن و برنج نمیدونم تو خودمون موندیم و ساعت 9 گفتم بذارم استوری بذارم. آقا خیلی چسبید. ما که لذت بردیم. دوستان یه استراحتی بکن.